آقای نوریزاد سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و در این گفتگو شرکت میکنید. بفرمایید آقای بهشتی. آقای نوریزاد، اخیراً رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ارتباط با نفوذ یک صحبتایی رو کردن و گفتن که سلطنت طلبها در رده‌های بالا نفوذ کردن و کارهایی از قبیل قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به سفارتخونه‌ها، اسیدپاشی به صورت بانوان و ترور و قتل رو انجام میدن با هدف تخریب چهره نظام در سطوح بین‌المللی. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این صحبت‌های رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدونم. به این جور حرف ها جناب آقای بهشتی اهمیت زیادی ندیم. یعنی واقعیتش اینه که این حرف ها خیلی کوچولوه، ریزه و مثل تنقلات میمونه. وقتی یک نظام در برابر یک امر ملی قرار میگیره به اسم قتل‌های زنجیره‌ای، یا باید بپذیره که آخونده از بالا تا پایین توی این قتل‌ها سهم داشتن، چه با نقش مستقیمشون و چه با سکوتشون، یا اینکه بگی که کار اسرائیل بوده، کار سلطنت طلبها بوده، کار نفوذی‌ها بوده و اینها. یعنی شما از اینها انتظار نباید داشته باشید که بگه آقا بله ما یه خطایی مرتکب شدیم. خب مگه میشه شما یه شخصی مثل سعید امامی رو سالهای سال تو دم و دستگاه خودت پرورش بدی تو پست‌های مختلف، بعد این بابا بیاد مثلا یه عده رو گوش تا گوش سر ببره، بعدش مثلا 20 سال بعد 15 سال بعد بگیم که آقا این کار سلطنت طلبها بود. یعنی شوخیه. یعنی اینا توی جمع‌هایی مجبورن حرف بزنن و حرف‌های اینجوری. اینها واقعیتش این هستش که از سطح تا ذیلشون مسئولن در قبال آدمکشی‌ها، دزدی‌ها، فلاکت‌ها، تحقیرهای این سرزمین و باید محاکمه بشن، باید از جایگاه خودشون طرد بشن و باید نخبگان برکشیده بشن و اداره جامعه رو به عهده بگیرن. اینا در برابر این پرسش و این خواست ملی هستن. تا وای میستن این بر اون بر صحبت میکنن الکی همینجوری هم میگن دیگه. آقا وقتی وزارت اطلاعات رسما بیانیه میده که آقا بله این قتل‌های زنجیره‌ای کار یه سری از نیروهای خودسر این وزارت اطلاعات بوده، شما دیگه کی هستی که حالا بیایید بگی که این مثلا کار فلانی بوده یا نبوده؟ اصلا فرض کنیم هم که بوده، این نشون دهنده تخمگی شماست که این همه توی جامعه مشکل بوده و بعد شما خبر نداشتید. حالا فرض کنیم اینا کار سلطنت طلبها بوده، این قمار هسته‌ای و فلاکت هسته‌ای که شخص رهبر میگه من مسئولیتش رو خودم و مدیریتش رو خودم پذیرفتم، این دیگه چی؟ بیرون بردن شمشای طلا و گیر افتادنش تو ترکیه که هنوز کسی نرفته سر وقتش، این کار کیه؟ بیکاری، مفسده، فساد، اعتیاد، تحقیر بین المللی، اینها کار کیه؟ ندانم کاری ها، آشفتگی های هویتی فرهنگی که مردم ما گرفتارشن، اینا دیگه کار کیه؟ اونقدر به قول معروف مفسده فراوانه، ناهنجاری فراوانه، یه گوشش هم ترمیم بکنن به کل حیثیت آلوده آقایون ایرادی وارد نمیکنه، یعنی سامان نمیده وضعیت پر از آشفتگیشون رو. آقای نوریزاد، اخیراً شیخ نمور توسط حکومت عربستان سعودی به قتل رسید به خاطر اعتقاداتش. خب البته هر انسان آزاده‌ای این رو محکوم میکنه، ولی ما شاهد این بودیم که نظام حاکم بر ایران یک موضع بسیار پرهیاهو و جنجال برانگیزی به راه انداخت بر سر این موضوع. به سفارت عربستان به گفته یک سریها نیروهای خودسر و به گفته عده‌ای دیگر نفوذی‌ها حمله
کردند، سر و صدای زیادی بلند شد و ما اینجا شاهد یک تناقض آشکار هستیم. یعنی نظامی به قتل رسوندن شیخ نمر رو به خاطر اعتقاداتش محکوم میکنه و این سر و صداها رو به راه میندازه که زندانهای خودش پر از زندانی عقیدتی و سیاسیه. شما این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خنده داره. منم مثل شما واقعیتش محکوم میکنیم. اعدامی رو که مثلا طرف هیچ فرصتی برای دفاع نداشته باشه. اصلا کلا ما در لگام، بنده و دوستانم، هر نوع اعدامی رو محکوم میکنیم. یعنی خواستار این هستیم که هر نوع اعدام، اصلا کلا اعدام برچیده بشه و شیخ نمر یا شیخ نمر این هم یکی از اونهاست. ما خواستار این هستیم که انسان ها به دلایل مختلف در یک شرایط بحرانی دست به کاری میزنن که قوانین مثلا اونها رو مستحق اعدام میدونن. مثلا در ایران یه قاچاقچی رو میگیرن اعدامش میکنن. سوال من این هستش که ما نباید بپرسیم که مسئولین که ریخت کلی جامعه رو به این شکل درآوردن، آیا در اینکه یک جوان خطا بکنه، در اینکه یک جوان آدم بکشه، در اینکه یک جوان دزدی بکنه هیچ نقشی و هیچ سهمی نداشتن و ندارن؟ پس طبیعیه که این اعدام ها پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که مسئله همچنان پای برجاست. یه چیز خنده‌دار این هستش که جناب رهبر هنوز در مورد این شیخ نمر یا نمر هنوز اظهار تسلیت یا یک بیانیه یا یک چند خط نوشته‌ای که در او این شهادت رو یا حالا هر چی که هست تسلیت بگه تا حالا نگفته، در حالی که ایشون در مورد افراد مختلف این کارو میکنن. در تقدیر این اعدام این فرد که شخصی از اشخاص عربستان سعودی است برای سرزمین ما بسیار گران تمام شد. علتش هم این هستش که همیشه اینا میخوان، یعنی چون بلد نیستن، آداب دیپلماسی رو بلد نیستن، به جای اینکه دعواهاشون رو برن در مجامع بین المللی حل بکنن، میان در داخل عربده میکشن. مثل اون بنده خدایی که در بیرون از خونش به صلاح کتک خورد از یکی، بلند شد اومد رفت توی پشت بام منزل شروع کرد به عربده کشیدن، بعد یکی بهش گفت بیا پایین تو خون به پا میکنی. واقعیتش همینه. یعنی شما اگه عرضه برید مسائلتون رو در سطح جهان تو مجامع بین‌المللی مطرح بکنید، حرف بزنید، حرف بشنوید، نه اینکه بیایید توی داخل از دیوار یک سفارتی که عضو خاک یک کشور خودتون پذیرفتید امضا کردید، در حقیرترین شکل ممکن و در طنزترین شکل ممکن این همه آشفتگی ملی برای یک کشور فراهم کنید، هزینه‌های بسیار فراوانی روی دست مردم بگذارید. سپاسگزارم. موفق باشید.